بیاین با هم آماده شیم بریم تولد. امشب تولد یه پسر بچه 5 ساله دعوتم که خواهرزاده دوستمه. سوالی که ایجاد میشه اینه که آیا با هم رفت آمد خانوادگی داریم؟ نه. پس چرا این دعوت رو قبول کردم؟ قبلا من اینطوری بودم که وقتی به یه جایی دعوت می شدم که آدماشو و اون مکان واسم ناآشنا بود، ذهنم برای مراقبت از من می اومد کلی مقاومت ایجاد می کرد که آخر یا منصرف بشم برم یا کنسل کنم یا حتی اگه توی رو در وایسی قبول کردم دعا کنم زنگ بزنه بگه کنسل شد. من بیس آرایشم انجام دادم، میخوام برم سراغ سایه چشم، چون که میخوام روی این یه جلیقه زرد بپوشم و استایلم یه حالت زرد و لیمویی داره، میخوام از سایه‌های نارنجی و زرد استفاده کنم. خلاصه جونم براتون بگه که یهو الناس به خودش اومد، دید که خودش مونده با ذهنی که همش میخواد به بهانه مراقبت ازش محدودش کنه و چقدر جاهایی که میتونسته بره ارتباطات بهتری بسازه ولی نشده. پس دیگه تصمیم گرفتم که جلوی ذهنم وایسم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که امشب دعوت دوستم رو رد نکنم و حتما برم. نوبت زدن گلیتره. اوی خدا، اینم از استایل من. موهام همینطوری ساده بستم و اینجاشو گیره زدم. تا ولاگ بعدی فعلا.